سلام. بچه شاه در اروپاگردی اخیرش به چند کشور سفر کرد، ولی تقریباً در هر کشوری که پاش رو گذاشت حول حضورش جنجال به راه افتاد. مثلا توی سوئد که میخواست بره، کلی کانال‌های شاه پرست تبلیغ کردند که پارلمان سوئد به صورت رسمی ازش دعوت کرده که این موضوع موجی از اعتراضات رو هم در میان رسانه‌ها و هم شخصیت‌های این کشور ایجاد کرد و نهایتاً هم دفتر ریاست پارلمان در یک نامه رسمی پاسخ داد که آقا به خدا پارلمان هیچ دعوت رسمی نکرده، برید یقه اونهایی رو بگیرید که یک جلسه براش ترتیب دادن، چون اصلا دعوت رسمی پارلمان در کار نیست. دیدار با رضا پهلوی یک رویداد حزبی است که در یکی از اتاق‌های ساختمان پارلمان برگزار می‌شود. این رویداد توسط پارلمان سوئد سازماندهی نشده است. هر گونه سوال در مورد این رویداد باید به برگزار کنندگان ارجاع داده شود. دفتر ستاد مدیریت پارلمان سوئد. اینکه رضا پهلوی امروز در یک اتاق 3-4 با 2 تا حزب دیدار کرده و به خورد مردم بده رفته پارلمان سوئد دوباره یک دروغ محضه. حالا جریانش چیه؟ این 2 تا حزب می‌خواستن رضا پهلوی رو به پارلمان سوئد دعوت کنن. بعد 100 نفر از اندیشمندان نویسندگان سوئد نامه می‌نویسن به رئیس پارلمان که نباید پای رضا پهلوی به عنوان یک جنگ طلب به پارلمان سوئد باز بشه، چون با اصول کشور سوئد که خواستار صلح جهانیه در تضاده. تلویزیون سوئد هم توی یک برنامه نسبت به حضور بچه شاه و سابقه پدرش هشدار داد. Men kan man också undra, är det inte lite vågat att så helhjärtat ställa sig bakom en man vars enda merit är att han är son till en tidigare kung? Så får man verkligen hoppa att hans farsa var en riktig praktgubbe, och då undrar man, vad var egentligen Iran för paradis under hans välde? Men shahens Iran var också djupt odemokratiskt och extremt ojämlikt. Några badade i lyx och överflöd, som shahen själv till exempel. Samtidigt levde miljoner i djupaste armod. Allt som allt så var det ganska eländigt ändå under den äldre shahens tid vid makten. För även då var det avrättningar och tortyr på schemat. Och visst, Pahlavi junior är inte nödvändigtvis en kopia av sin far, men samtidigt har sonen aldrig tagit avstånd från sin pappas regim. Carl Vincent Reimers från Timbro, han skriver exempelvis att det är svårt att förstå hur demokrati ska komma ur att låta ättlingarna till en brutal regim återfå makten. Och det här är faktiskt... اما همین سفر بچه شاه برای اهالی سامانه خیلی مهم بود، چون بعد از آتش بس و توقف جنگ اخیر شاه پرستا به لحاظ روحی دچار دپرس شدید شده بودند. این جنگ متوقف بشه برای 2 هفته. اسمی از رضا شاه پهلوی وسط اصلا در نیومده. وای که دوباره قلب من داره میتپه. خب تمام چیزایی که ما پیش بینی کردیم نشد. سر کارمون گذاشتن همشون. خیلی ناراحتن، خیلی ناامید، خسته. بله، شاه پرستایی که وضعیتشون مشابه وضعیت قنباد شب امتحان ریاضی شده بود، میخواستن با خبرهای این سفر اصطلاحاً تراپی کنند. چرا آتش بس شد؟ بابا ما با یک انسان شریفی داریم قدم به قدم میریم جلو. چی شده؟ بابا خیلی سیاست بزرگتر از این حرف هست. من و تو نمیتونیم تحلیلش کنیم. از کجا میدونست؟ 11 جلوی سفارت فراخوان بده. وای، از کجا میدونست که فراخوان میده برای تظاهرات جلوی سفارت‌ها، بعد فرداش مذاکرات تموم میشه. ببین داره میگه بچه شاه گفته بیایید جلوی سفارت‌ها تجمع کنید، بعد فرداش مذاکرات توی اسلام آباد به نتیجه نرسید. خب اصلاً به خودتون شک نکنید که بین این 2 پدیده هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کنید. مشکل توی اونهاییه که هنوز این جمله تموم نشده هورا میکشن، چون اصلا براشون مهم نیست که طرف چی میخواد بگه، چی رو میخواد به چی ربط بده. یه سری اونجا هستن که فقط باید هورا بکشن، چون فاند یه چیزایی رو به هم ربط میده که توی علم و منطق و دانش بشری هیچ ربطی به هم ندارن. ما میبالیم به خودمون که نماینده ایران به 5 زبون صحبت میکنه. واقعا که ما مردم ایران چقدر نمک نشناسیم. بابا بچه شاه 48 سال مخفیانه توی دیسکوها و کازینوها علم سیاست خونده، ما اصلا قدرشو نمیدونیم. مخصوصا این جوانهای شورشگر که همش میگن مرگ بر ستمگر. ضمناً ما تا حالا فکر میکردیم که ایشون علاوه بر فارسی، انگلیسی و فرانسه میدونه. حالا معلوم شد که نه خیر، 5 تا زبون میدونه. شاید هم 10 تاست که طرف داره فروتنی به خرج میده. به هر حال خدا بده برکت. ولی گیریم که اصلا 5 تا زبونم بلد باشه.
با این توانمندی میتونه حد اکثر مترجم بشه، نه نماینده یک ملت. ضمن اینکه در عصر گوشی و هوش مصنوعی و گوگل ترنسلیت دار و ترجمه ها دارن تعطیل میشن. چون گیریم که زبانم بلد نباشی، مثل اینجا که این رفته توی تلویزیون ایتالیا نشسته، خب زبونشون رو بلد نیست. چیکار کردن؟ یه گوشی گذاشتن توی گوشش، براش ترجمه میکنن. به همین سادگی. Una stabilità che sia positiva per tutto il mondo. Che idea si è fatta del fine ultimo di questa guerra? مبادا فکر کنید کسی که میخواد در آن واحد مثل قرون وسطی یا عصر دیکتاتوری هم شاه و هم رهبر تام الاختیار یک کشور باشه، علاوه بر اون ژن‌های موروثی باید یک صلاحیت‌های دیگه‌ای هم در برخی زمینه‌های دیگه مثل مدیریت، سازماندهی یا درک و فهم سیاسی و اجتماعی هم داشته باشه ها. چون در این صورت نیازی نیست که از هر پارامتر بی ربطی برای خودش اعتبار بسازه. نمیدونم 50 سال توی خارج زندگی کرده، چند تا زبون و چندین نوع آشپزی بلده، خوب ملق میزنه، اسکی کرده، موج سواری کرده. البته فکر کنم این تنها مهارتیه که خیلی ازش هنوز استفاده میکنه. بعد از پرواز هم به اسکله نوشه رفتم تا مقداری تفریح کنم. بالاخره با یکی از همکلاسی هم سوار دوشک شدیم و راه افتادیم. بعد از دوشک بازی هم مقداری اسکی کردم. بله، موج سواری تنها آوردش توی دنیای سیاسته. یا مثلا یه چیزی که خیلی دوست داره همه جا خرج کنه اینه که توی بچگی کدوم شخصیت رو توی دربار دیده. Et l'administration Trump? L'administration, vous savez, moi j'ai survécu quand même 7 présidents américains. میگه من 7 رئیس جمهور آمریکا رو پشت سر گذاشتم که اولیش نیکسون بود. During the celebration of the 2500 years of Iran civilization at Persepolis, Sweden was represented by then Crown Prince Carl Gustaf. His Majesty and I were sitting right next to each other and spoke of the future of our nations and people. ببین رفته سوئد، میخواد یه جوری خودشو برای سوئدیا لوس کنه، بگه من و پادشاه از قدیم با هم آشنا بودیم. کی؟ زمانی که توی جشن‌های 2500 ساله این یه کودک 11 ساله بوده، شاه الان سوئد که اون موقع ولیعهد بوده 25 سالش بوده. بعد تو که بچه 11 ساله بودی اومدی درباره آینده دو ملت باهاش صحبت کردی؟ تو که اون موقع توی ناز و نعمت میچرخیدی، پولدارترین بچه دنیا بودی، اصلا از درد ملت چی میفهمیدی که بخوای درباره آیندهش صحبت کنی؟ اگر اصلا صحبتی هم کرده باشی حد اکثر درباره تنها دوستت که سگت بوده صحبت کردی. مشکل من با پهلوی همینه. اولا میدونی این آدم هیچ شناختی به نظر شخصی منه، هیچ شناختی از ایران و ایرانی نداره. ایشون 17 سال بیشتر 17 سال در ایران زندگی کرده. اون 17 سال هم گلخونه‌ای زندگی کرده. یعنی توی گلخونه در نیاوران بزرگ شده. حالا اون سوالی که در طول این سفر همه جا جلوی بچه شاه می داشتند و حسابی هم کلافش کرده بود، نوع رابطش با دیکتاتوری موروثی بود. خیلی ها از دوران شاه خاطرات بسیار ناگواری دارن و شاید میگن که شاید شما فرد مناسبی نباشید برای اینکه مردم رو دور هم جمع کنید. خب من دوباره شما رو ارجاع میدم به چیزی که میلیون ها مردم ایران امروز در خیابان ها صدا میزنن و اون اسم منه و برای اینکه دیدگاه خودشون رو باز کردن نسبت به دیدگاهی که من دارم برای آینده. حالا سرفرزن از اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده، پدر شما هیچ کاری کرد که شما باش مشکل داشته باشید؟ نمیدونم شما چرا اینقدر پیله کردید به اتفاقی که چیزی که چند دهه پیش افتاده. بیاین درباره آینده صحبت کنیم. من اینجا نیومدم که در مورد اتفاقاتی که 50 سال پیش افتاد صحبت کنم. کی پیله کرده به اتفاقات 5 دهه پیش؟ الان کسی که میخواد برگرده به عقب تویی. مگه تو خود شعار نمیدادی پهلوی برمیگرده؟ این آخرین نبرده. مگه شما شعار نمیدادید ساواکی برمیگرده؟ ساواکی برمیگرده. بعد تو میگی نمیخوای درباره اتفاقات 5 دهه پیش صحبت کنی؟ تو اصلا به جز اسم بابای دیکتاتورت سرمایه دیگه ای نداری. و بله من این نام خانوادگی رو دارم و در ضمن خیلی بهش افتخار میکنم، به این پیشینه خودم و میراث خودم. ببین اون چیزی که تو بهش افتخار میکنی برای بقیه دنیا یک کابوس وحشتناکه. به طور خاص مردم اروپا خاطرات تلخی دارن از دیکتاتوری بابات. مثلا این تظاهرات که میبینید توی برلین برگزار شده. مال کی؟ خرداد سال 1346. اینایی هم که اینجا توی خیابون جمع شدن دانشجوی آلمانی هستن. برای چی اومدن؟ اومدن به بازدید محمد رضا شاه از آلمان اعتراض کنن.
نگاه کن روی پلاکارتا چی خطابش کردن؟ قاتل. یا اینجا نوشته چی؟ آزادی زندانی سیاسی رو خواستار شدن. یا اینجا نوشتن انحلال دادگاه‌های نظامی. پس ببین بابا چه جنایتکار بدنامی بوده که توی آلمان آلمانیا بر علیهش اعتراض می‌کردن. بعد نگاه کن شاه که میاد ساواکیا افسار پاره میکنن، با چوب و چماق میافتن به جون آلمانی‌های معترض. اصلا باور کردنی نیست. تو رفتی اونجا بازدید، بعد مأمورین تو دارن به مردم اون کشور حمله میکنن. بعد صحنه بیخ پیدا میکنه، شلوغ میشه، پلیس میاد، یک دانشجو آلمانی کشته میشه. طوری که این موضوع به اعتراضات سراسری در کل آلمان تبدیل میشه. سالها بعد هم یه نماد یادبود براش درست میکنن توی برلین که هنوزم بری زیرش نوشته که اینجا یک دانشجوی آلمانی در جریان تظاهرات ضد شاه دیکتاتور ایران کشته شده. پس ببین مردم اروپا این خاطرات رو از ساواک دیکتاتوری شاه زنده نگه داشتن که تو هر جا میری ازت دربارش سوال میکنن. But isn't your family history a problem for you as a transition leader? I am proud of my heritage and my family's history and everything they've done. Look, I'm not here to defend anything or condemn anything, and I'm extremely proud of my heritage and what was accomplished in that era. پس ببین نه تنها جنایات پدرش رو محکوم نمیکنه، نه تنها هیچ فاصله ای نمیگیره، بلکه برعکس اومده میگه من به هر کاری که اونا کردن افتخار میکنم. هیچ استثنایی هم باقی نمیذاره ها. خب بریم چند نمونه از اقدامات پدرش رو ببینیم. کودتای 28 مرداد، سرنگونی دولت منتخب و ملی دکتر مصدق، اعدام دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی مصدق، 16 آذر 32 سرکوب اعتراضات دانشجویی که منجر به شهادت 3 دانشجو شد که روز دانشجو از اونجا وارد تاریخ ایران شده، شهادت وارتان سالاخانیان در زیر شکنجه، شهادت روزنامه‌نگار کریمپور شیرازی از طریق سوزاندن وی، اعدام شاعر و روزنامه‌نگار مرتضی کیوان، 12 اردیبهشت 1340 شهادت دکتر خانعلی با شلیک گلوله در اعتراضات معلمین که روز معلم به خاطر این واقعه وارد تقویممون شد، دستگیری و شکنجه و اعدام همه مخالفان سیاسی از بازرگان و طالقانی بگیر تا فدایی‌ها، مجاهدین، شاعران، نویسندگان آزاده کشور، شکستن قلم‌ها، بستن روزنامه‌ها، ممنوعیت کتاب‌ها و خود شاه هم علنا میگفت که بیرحمانه با مخالفینش برخورد خواهد کرد. اندازه‌ای که کسی به مملکت خیانت بکنه محال من بگذارم، برای اینکه حق ندارم. اصلا سوگندی که من یاد کردم برای حفظ این مملکت این درش مستتره. کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه با سوگندی که من خوردم باید نسبت به این شخص کاملا بیرحم باشم. پهلوی برمیگرده اینا یک دیکتاتوری بیرحم وحشی. اگر میخوای برات ملموس بشه یه ورژنی از همین اژه گوشخوار که هر شب میره پشت تریبون این حرفا میزنه. من به نظرم میاد که ما احکاممون زیادتر صادر بشه، هم در رابطه با مصادره اموال، هم در رابطه با صدور حکم اعدام. این گونه موارد نباید معطل بشه، چرا که اون مجازات کردنش عین عدالت هست، عین انصاف هستش. اگر در مورد او مسامحه بکنیم بی‌عدالتی کردیم. این جنایتکاران امروز دارن همون مسیری رو ادامه میدن که دیکتاتوری قبلی آغاز کرده بود. از قلع و قم مخالفین بگیر تا منحل کردن احزاب، بعد فقط یک حزب، اونم حزب رستاخیز، و اینکه هر کسی هم که نمیخواد یا بره زندان یا کشور رو ترک کنه. کسانی که به قانون اساسی و نظام شاهنشاهی و انقلابشون بهمن عقیده دارن و کسانی که ندارن. کسی که معتقد و مؤمن به این سه اصلی که من گفتم نباشه دو راه براش وجود داره. یا یک فردی متعلق به یک تشکیلات غیر قانونی اونجاش یا در زندان ایرانه، یا اگر بخواد فردا با کمال میل بدون اخذ حق عوارضی گذرنامه رو دستش میگذاریم و به هر جایی که دلش میخواد. بله، و بچه شاه به همه اینها افتخار میکنه.
این که طرف مملکت رو ارث باباش فرض کرده و صراحتاً میگه که من هیچ مخالفی رو تحمل نمی‌کنم، همه یا زندان یا خارج کشور. حالا ببین بچه شاه چجوری تلاش میکنه اینا رو ماله بکشه. You spoke very much about the current terror regime, and I agree with a lot of things you said, but you didn't speak very much about the regime that came before that. So I would like to know, do you denounce or do you distance yourself from the way that your father ruled Iran with hundreds or even thousands of opposition figures that were jailed and dissidents were persecuted and tortured by the Savak? Thank you. Right, but let me also tell you one thing. Today's Generation Z of Iran are people who say that without knowing him, we love him, we appreciate him. Today, people in Iran are tattooing my father's autograph on their arms. دقت کردین؟ میگه در ایران یک نسلی هست که بدون اینکه اون شاه دیکتاتور دست نشانده اجنبی و محصول انگلیس و آمریکا و کودتای 28 مرداد رو بشناسن، طرف رو دوست دارن. عجبا به مجاهدین که میرسه که همه چیز رو میدونن و به چشم دیدن، ارتجاع و استعمار و مزدورانشون میگن مخشویی شدن. اما اینجا داستان دیگه ایه، داستان خالکوبیه، خالکوبی شدن. بچه شاه تمام منبعش برای مالکشی اون لیست طولانی جنایات باباش خالکوبی امضای باباش روی دست چند نفره، چون خودش تمام سرمایش اسم باباشه، باباش هم تمام سرمایش چند تا خالکوبیه. شما فقط نگاه کنید سطح برخورد با مسئله رو. آخه مگه هر دل دیوونه‌ای که عکسشو خالکوبی کنن نشونه مشروعیتشه؟ الان اینا رو چی میگی تو؟ عکس هیتلر رو طرف خالکوبی کرده، موسولینی، چاوشسکو، قذافی، اصلا خود خمینی. آخه خالکوبی هم شد حرف که هر جا میری هی بازم میگی؟ یکی از چیزهایی که موجب سقوط بچه شاه شده وابستگی بیش از حدش به جنگ خارجی برای سرنگونی رژیم و رسیدن به قدرته. هرچند که مقاومت ایران از ابتدای این جنگ میگفت که جنگ نمیتونه راه حل سرنگونی باشه، ولی حساب کردن بیش از حد بچه شاه و بقایای سلطنت روی جنگ خارجی باعث شد که همه تخم مرغ‌هایی که توی این سبد گذاشته بودند رو با هم از دست بدن. Est-ce que vous n'avez pas commis une erreur d'appréciation parce que vous avez plaidé pour une intervention armée en estimant qu'elle permettrait par l'affaiblissement du régime la chute de ce régime? Est-ce que après presque 6 semaines de bombardement, la réalité ne vous oblige pas à dire qu'il y a eu erreur d'appréciation? Non, d'abord, je dirais que nous n'avons jamais cherché des interventions militaires dans notre pays. شوخی نکن دیگه، جدی بگو، جدی. آخه آفتاب پرست هم میخواد رنگ عوض کنه حداقل 2 دقیقه طول میکشه. توی گذاشتی رو حالت چشمک زن. یه دقیقه جدی باش. Mais vous avez souhaité ces interventions. Parce que, justement, vous êtes en état de captivité. Vous êtes tous les jours massacrés, tués, exécutés. Et c'est un régime qui vous a pris en otage. Nous devons nous libérer. Mais est-ce que nous pouvons libérer un peuple qui est passé à la rue et qui a été massacré sans avoir une aide extérieure? Quando si è una nazione che è ostaggio di un regime, come si può da ostaggi liberarsi da soli senza un aiuto esterno? È esattamente quello che stiamo chiedendo. چی شد؟ چرا یه دفعه اینقدر ناتوان شدی؟ تو که تا دیروز همه جا پست میدادی 150,000 نفر 160,000 نفر QR کدی آماده توی دستم دارم، فرمان بدم همه جا رو قرق میکنن. اونا چی شدن پس؟ بعد اون نیروهای گارد جاویدان چی شدن؟ اونایی که میگفتی تا قرنها باید از کارهاشون داستانها تعریف کرد. بالاخره ما کدوم حرفتو جدی بگیریم؟ اون میلیون ها نفری که استعداد کردن و اون 150,000 تا QR کدی نیروهای حکومت و هزاران گارد جاویدان و تتوی‌ها رو باور کنیم، یا این که میگی بدون جنگ خارجی ما نمیتونیم کاری کنیم رو؟ 48 سال علم سیاست خوندی این بود آخرش؟ این که آخرش دوباره به رژیم پاس گل بدی؟ مگه رژیم چی میخواد به جز این؟ ببین توی این شرایط رژیم داره با تمام اقدامات و رفتارش نشون میده که ترس و وحشت اصلیش از کجاست. از قیام مردمه. این صحنه رو ببین. این همه دوشکار رو توی خیابون برای چی آورده؟ آورده که باش F-35 و B-2 رو بزنه؟ یا الان که آتش بسه چرا خیابونا رو خالی نمیکنه؟ ببین 2 تا 4 تاست.
اونی که توی قدرته خوب میفهمه که اگر یه روز خیابون رو خالی کنه چه بلایی سرش میاد.